فکر کن یه فایل PDF 500 صفحه‌ای داری و میخوای خلاصش کنی. به نظرت چقدر زمان میبره، چند روز زمان میبره که این فایل 500 صفحه‌ای خلاصه شه؟ کسل کننده ترین کار ممکن همیشه خلاصه کردن یک فایل طولانیه. حالا فکر کن کارمندی، دانشجویی، مدیری و قراره یه فایل خیلی طولانی رو خلاصه نویسی کنی. بیا تا بهت بگم چیکار کنی. هوش مصنوعی کلاود AI به کمکتون اومده، میتونی یه فایل طولانی PDF رو براتون خیلی راحت در کوتاه‌ترین زمان ممکن خلاصه نویسی کنه. اولین سوالی که پیش میاد، آیا این هوش مصنوعی از زبان فارسی پشتیبانی میکنه یا نه؟ باید بگم که بله. این هوش مصنوعی طی روزهای گذشته کمک خیلی بزرگی بهم کرد و منم دوست داشتم تجربیاتمو در اختیار شما عزیزان قرار بدم. فقط یک نکته وجود داره، اگر فایل PDF تون خیلی طولانی باشه به چند بخش تقسیم میشه که میتونیم به صورت جدا خلاصه اون فایل